هیچ میدونستی یه غذاهایی هست که بعد از خوردنشون امکان مسمومیت و بیماری یا حتی مرگ وجود داره؟ الان با خودت میگی قطعا 100 مدل غذا وجود داره که این مشکل رو دارن، ولی آدم میگه احمقی که اونا رو امتحان کنه. در کمال ناباوری غذایی که میخوام بهت معرفی کنم به شدت سمی و کشندن، ولی خیلی پرطرفدارن. یعنی با وجود این که میدونم بعد خوردنشون به چخ میرن، اما باز امتحانشون میکنن. آخرین موردی هم که قراره بهتون معرفی بشه اسمش نفس اژدهاست که آخر ویدیو معرفی میشه و سر جات قطعا میخکوبت میکنه. اولین غذا آکی هستش که به خاطر رنگ قرمزش جز زیباترین میوه هاست، اما گول زیباییشو نخورین که یکی از سمی‌ترین ماده های غذایی توی دنیاست. این میوه بیشتر در جامائیکا یافت میشه و از هر 500 نفر یه نفر به خاطر خوردن این میوه مسموم میشه. ما که تا حالا این میوه رو نخوردیم، ولی میگن اونقدر پرطرفداره که تو آمریکا کنسروش جز پرفروش‌تریناست. مورد بعدی یه خورده عجیبه، چون همچین چیزی تو فرهنگ ما قفله. گاو قوک آفریقایی. همونطور که از اسمش پیداست قراره با یه چیز عجیب مواجه شیم. غذایی که راجبش صحبت میکنیم پای قورباغه‌ای به اسم گاو قوکه که تو فرانسه یکی از غذاهای محبوب و خوشمزه است. سر این غذا تو فرانسه سوسول بازیه، چون مردم کشورهای آفریقایی کل این حیوان رو میخورن. داستان از اینجا خطرناک میشه که این قورباغه یه سمی تولید میکنه که بتونه شکارچی اطرافش رو دفع کنه و با خوردن این قورباغه شما رسما تو بهترین حالت ممکن میمیرید. پس بهتره که از خیر خوردنش بگذارید دیگه. مورد بعدی صدف خونیه. یه ماده غذاییه که تو چین خورده میشه و یکی از خطرناکترین غذاهای جهانه، چون صدف اغلب حاوی ویروسایی هستن که باعث هپاتیت آ، تیفوئید و اسهال خونی میشن. حتی تو سال 1988 300,000 نفر به هپاتیت دچار شدن و 40 نفرشون هم مردن و شانگهای فروش این صدف رو ممنوع کرد. البته این ممنوعیت هم مانع فروش بالای این صدف نشد و هنوز که هنوزه جز پرطرفدارترین غذاها تو چینه. مورد بعدی کوسه گرینلنده که یه موجود بسیار زیبا از سرزمین حیواناست. یکی از جالب ترین چیزا راجع به این کوسه اینه که 500 سال عمر میکنه و عجیب تر از اون چشاشون کوره. فکر کن 7 برابر عمر انسان زندگی کنی و هیچی نبینی. آخه میگه مجبوری بیفت بمیر دیگه. اگه میخواین از گوشت این کوسه تغذیه کنید باید خیلی حواستون باشه، چون یه میکروبی توش وجود داره که زیر 10 ثانیه بعد از خوردنش قش میکنید. حالا اینطور هم نیست، ولی خب به خاطر توکسین های موجود تو گوشتش اگر طبخش درست نباشه باعث سرگیجه قش و بیماری های دیگه میشه. جالبیش اینجاست افراد غیر بومی که این غذا رو امتحان کردن همه یه نظر راجبش داشتن. بدترین، نفرت انگیزترین و وحشتناکترین چیزی بود که تا به حال خورده بودیم. البته تو گرینلند هم هنوز جز پرطرفدارترین مواد غذایی بین مردمانشون به حساب میاد. هم خطرناکه هم بدمزه است. چی اینو دوست دارین آخه؟ خدا میدونه. شما که تا اینجای ویدیو اومدین ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتین اونو لایکش کنید و بریم سراغ مورد آخر که همه منتظرش بودم. نفس اژدها. همونطور که از اسم مخوف این ماده غذایی پیداست قرار ما رو با یه چیز عجیب مواجه کنه که احتمال میدم فراتر از تصوراتتون باشه. نفس اژدها تندترین فلفل دنیاست. این فلفل به قدری تنده که باعث ایجاد شوک میشه. یعنی اگر حتی خیلی ادعاد میشه تو تندی باید یه مقدار خیلی خیلی کوچیکشو تست کنی، وگرنه دچار اختلالات روانی و معده میشی. کسایی که امتحانش کردن بیشتر از اینکه تندیشو احساس کنن دچار شوک و بعد از یه تایم کوتاهی متوجه تندیش شدن. قطعا هممون یکی رو میشناسیم که عاشق غذاهای تند و هیچ تندی واسش تند نیست. این فلفل به درد اون میخوره. بازم رسیدیم به آخر ویدیو. اگر دوستمون داشتین کانال رو ساب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید که ویدیوهامون بهتون نمایش داده بشه. دوستتون دارم زیاد. الهی که خوشتون بیاد.